سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. میخوام یه ایردراپ خیلی خفن رو بهتون معرفی کنم که حداقل مطمئنم تو 99% کانالای ایردراپ باز ایرانی اصلا معرفی نشده و خیلی از عزیزان از این ایردراپ خبر ندارن. برای همین بی معطلی فقط یه توضیح کوچولو بدم و بریم سراغ معرفی بازی. اول بگم این ایردراپ ایردراپ جوک کوینه که خیلی معتبره. چرا؟ چون فقط تو کانال های روسی عزیزان، تو کانال اصلیش کامیونیتیش 9.2 میلیون نفر، بله 9.2 میلیون نفر عضو هستن که ما ایرانیا با اینکه خیلی سمجیم تو این مسائل ازش بیخبریم. این سکم از رو فیلم معروف جوکر که برنده اسکار شده ساخته شده و جالب تعداد توکناش هم خیلی کمه، میگن خیلی گرونه قیمتش، قیمت بالایی میخوره. به خاطر همین میگم چون زمان زیادی هم نمونده، شاید نهایتا یه تقریبا یه ماه فرصت داریم این ایردراپ رو از دست ندیم. بدون معطلی بریم سراغ معرفی بازی و اینکه چطوری این بازی مهم و باحال بازی کنیم. اینجا تو همین قسمت که لانچ جوک کوینه کلیک کنین تا وارد محیط بازی بشیم. یکم بگم خدمتتون، بازی یکم سنگینه و طول میکشه تا بار بیفته. خب ببخشید، ببین اینجا همینجا نوشته گفته تپ هیر، یعنی همینجا کلیک کن. خب دوستان اینجا وقتی کلیک بکنیم با تاسی به این شکل روبرو میشیم که هر عددی رون تاس به ما نشون بده اون امتیاز رو به ما میده. ما یه بار روش کلیک میکنیم تا بچرخه و امتیازش رو به ما بده. خب نکنی الان 8 امتیاز من اضافه میده، میری رو همون مجموع امتیازاتم. خب ببینید اینجا اگه دقت کنید اینجا یه تایمی داره، هر 10 دقیقه یه بار این تایمر پر میشه و 10 تا تاس به ما میده که ما بندازیم و امتیازاتش رو بگیریم. و اگه توجه کنید اینجا وقتی جوکر بیاد ماکسیموم امتیازات که 12 تا به ما میده. خب بریم سراغ معرفی قسمت های بازی. این قسمتی که ما الان توشیم یعنی همون هوم، اینجا همون قسمت اصلی بازی. بریم تو قسمت وظایف که اینجا میفته تا ببینیم مثلا وظایفش چی هست و چه کار باید بکنیم. خب میریم تو قسمت وظایف. یکم گفتم بازی سنگینه، باید لانچ بشه. خب اینجا نگاه کنید دقیقا مثل تبس و آب 3 بار مخزن رو برای ما پر میکنه و روزانه یه امتیازاتی هر 24 ساعت یه بار میتونیم از این قسمت بگیریم. مثلا میزنیم 200 امتیاز 300 امتیاز به ما میده. اینجا هم مثل همون لولاه، اینجا نگاه کنید مثلا یه بار بزنیم امتیازات رو دوبل میکنه، ارتقا بدیم سوب میکنه، بالاخره هر چی لول بالاتر بره امتیازاتی که به ما بده بیشتر میشه. این قسمت هم مخزن رو برای ما پر میکنه. دومیه ما مثلا 10 تا شانس داشتیم، اگه اینو ارتقا بدیم مثلا میشه 12 تا 15 تا. حالا من امتحان نکردم چون تعداد سکام هم اگه توجه کنید هنوز کافی نیست. اینجام دیک اسکین یا همون شکل همون تاسه که فعلا برای ما قفله چون امتیازات کافی نداریم. اینجا رو میگم دوستان، این قسمت با امتیازات کافی رو جمع بکنیم. ببخشید. بعد برای کد رفرالگیریتون هم میایین تو این قسمت میزنی، وارد قسمت رفرالگیری میشیم تا این امتیازاتش چطوره. خب اینجا به ما گفته برای هر دوستی که شما وارد بکنین یا اون از طریق لینک شما وارد این بازی بشه هر کدوم 1000 امتیاز میگیریم و اگه پرمیوم باشه 2500 امتیاز. جالبه فقط 1% از امتیازهای رفرال رو به ما میده ولی تو پرمیوم 3% امتیازها رو میده، یعنی بیشتر به نفع کسیه که اکانت پرمیوم تلگرام داشته باشه. این قسمت هم که اینجا میبینید، این قسمت این کیف پوله که هنوز اونو راه اندازی نکردن و هم ما این قسمت که با هم دیگه میخوام بریم چکش کنیم ببینیم چیه. باور کنیم من خودم اولین بار چک میکنم. بریم تو این قسمت. خب دوستان آره الان رفت تو. اینجا نوشته همون وظایفه، قسمت تسکه. گفته کانال ما رو انگلیسی، ما رو کانال انگلیسی داره، روسی، اینا رو سابسکرایب کنید، عضو بشید، 200 تا جوکه بگیرید، همون ارز جوک. بعد تلگرام روسی رو چک بکنید، 200 تا ارز رو بگیرید.
چتشو فالو کنید 200 تا، تلگرام چت انگلیسیشو فالو کنید 200 تا، و توییترشون هم که همون ایکس جدید رو فالو بکنیم یه 200 تا جوک دیگه هم به ما میده که مجموعاً میشن هولوش 1000 تا جوک. دوستان این ایردراپ خیلی مهمه، به این دلیل میگم خیلی مهمه که 9.2 میلیون نفر الان توش عضون و ما ایرانی‌ها کاملا ازش بیخبری. میگن تعداد ساپلای کل این توکن 500 میلیون تاه، یعنی ما این امتیازایی که اینجا میگیریم تبدیل میشن به همون توکن جوک که خیلی خیلی میتونه معتبر و مهم باشه و قیمت خیلی بالایی هم بخوره. این قسمت علامت سوال هم اینجا با هم دیگه چک بکنیم. من برای اولین بار میخوام بزنم اینا ببینیم چیه و زیاد فیلم طولانی نکنیم که حجم اینترنت شما عزیزان نره. آها اینجا نوشته اگه به مولتی این امتیازها رو داره میگه هرچی لولتون بالاتر بره امتیازایی که شما میگیرین از تاس بیشتر میشه، یعنی ماکسیموم امتیازاتشون بیشتر میشه. اگه لول 1 باشی همون عکس جوکر بیاد تو همون تاسه 12 امتیاز میگیری، اگه لول 2 باشی 144 و اگه لول 8 برسی که ما قطعا نمیتونیم برسیم چیزی هولوش 42 میلیون امتیاز میگیریم. دوستان این خیلی مهمه، حتما این ایردراپ رو پیگیری کنین. هر جایی هم که سوال داشتین میتونین زیر همین فیلم برامون کامنت بذاری، ما راهنماییتون میکنیم. فقط اگه واقعا ما رو دوست دارین، اگه دوست داریم براتون فیلم بسازیم راهنماییتون بکنیم ایردراپ های مهم براتون بیاریم، خواهش میکنم که ایردراپ ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین و خیلی مخلصتون میشم که اگه برامون یه کامنت انگلیسی هم بذارین. تا ایردراپ دیگه خدا یار و یاور و نگهدارتون.